امروز اومدیم شنبه بازار ماسال، یکی از دیدنی ترین بازارهای هفتگی گیلان. جوجه دونه چنده؟ تا آخر این چیز رمزیه؟ خوشمزه خوشمزه پرتقال چند کیلویی؟ الان چند دونه ای؟ سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در شنبه بازار زیبا و جذاب ماسال. امروز شنبه 3 خرداد ماه و ساعت حدود 11 ظهر. شنبه بازار ماسال در نزدیکی مرکز شهر برگزار میشه و از 3 بخش مجزا تشکیل شده: بخش میوه و تره‌بار، بخش مرغ و جوجه و محصولات محلی و بخش خشکبار و پوشاک و سایر محصولات مورد نیاز خانواده. قبلا هم ولاگی از این بازار در کانال منتشر کردیم، در پلیلیست شهر ماسال کانال ما موجوده. همچنین ولاگ هایی از گردش و رانندگی در شهر ماسال و در ییلاقات زیبای اون در این پلیلیست وجود داره. پیشنهاد میکنم که حتما به این پلیلیست سر بزنید. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. امیدوارم که از این بازار و این هوای دلچسب لذت ببرید. جوجه میگه نمیتونستم با این عربا کنم 3 تا دیگه جوجه میگه نمیتونم جوجه خوب بخوری اصلا اردک این چنده؟ اردکان 220 غاز چی؟ آزم 450 دونه یا کیلویی؟ دونه دونه دیگه اون کیلویی؟ دونه یادم رفت. خسته نباشی حاجی. این جوجه دونه چنده؟ دونه 60 تومن. خسته نباشی. براتون درست کنید. دو گوشتی به پشت صفر پولی میشه بود. یه خیلی همون هم داریم.
12 تا جوجه با مادر. یه دونه قورت داریم نمیخواد. مادرش بیار بیرون. مادرش بیار بیرون. من بیرون. مادر حالا جوجه هاشو نگاه کن. مادر من بیرون. ما با جوجه میگه یک برو داخل کن. حرفم گوش میکنه. برو داخل. مادر واقعی یا ناتنی نیست. واقعی. برو داخل. بیا بجا هر ساله اینجاست چی استری میکنی؟ انشالله عروس هلندی این لاریه؟ آره چند لاری؟ قابل نداره مرسی. 500 یا خودش معلوم میخواد بزنه پسرم تازه اومده که دانشگاه مدرکش گرفته اومده توی با سلامتی بده ما هم بچه کاسب بودیم بابای ما هم کاسب بود خسته نباش دیگه بریم ماهی هم داره ماهیش مشاهده اشتباه کردم اما که برمینه بری آده آنا بری حالا ما دیگه شان داره ماشین نگه چند گلا خواب محلی اینه ماشین اینه ماشین بله کجا بود؟ زنگ بزنم کسی مکن جواب نمیده سه تا ما ما تو دیگه نمیبرم Onde focar no vídeo? Onde focar no vídeo? O da vez de xixi da gravata do ar. Bom da başladı. Hani bunu bu arada Morza Amayra oda, Sacadan oda. Hangisi yere bu arada? Hadi. O hem parigini hem çortuma aynı yere bu arada. Bu çok fokur değil. Poli. Joda میکنه. چه 80 Ziyaret
گوجه 60 تومن. پیاز 35. پرتقال تازه، پرتقال کوهی آقا، پرتقال تازه، پرتقال کوهی. پنجه نه کار نداره رنجه سوا کن 100 تومن جان بفرما با شرط شرط شما اول مونم تا با بانی هم 250 کمتر پس شما فاحته دارید خدا شما فاحته تمام کرد سلام سلام علیکم سلام با دفعه هستم بودید سیزانی چنده؟ زمان 50. Tacı maaşı. ماساله؟ اونا که شرکتی هست این چیه سیامزگیه؟ چند کیلویی سیامزگی؟ حسن هم داره حسن هم مالی بگو بالا çok olur. Kudayı baba günü hala bir amut çiftlik çarşı da bunca. Nasıl? Emin ders kar da böyle. خسته نباش. خونی کیلو چنده؟ Tamam girip 50 اینجا خون میچکه خوشمزه خوشمزه
پرتقال بونی پیوندی بخور اصلا. دست شما دارم. اینم سیر تارم. نه 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 یکیشو ببر شیرید بچه چه؟ چه دو؟ میلاد باز نگه تو میگه پول چه پادی آوری تا غروبه سی تازه دارم. برگشت نگه چون رفت قوام فلان کرده آموز ما آموزی باره مالا برا نبره نگران ما بود خسته نبود. من همون شما خوب هستم. خسته نبود. خربوزون هم ملون. چشم نگه. خسته نباشه. متشکرم. پیاز کیلو چنده؟ پیاز کیلو 15 20 10 سیزنی 50 50 30 75 پیاز چند نبشاره؟ پیاز 20 این آجی عدلیه داره اینجا چوبه هم میساره. این انتها بازار ماهی فروشان ماهی دودی متازن داشت. سلام از سناب من میمیم اونجا ماهی دودی این رای آقا جان تارم سیر محل سیر اینجا چه تارم سیر محل سیر یه ماهی فروش هست اینجا بادوم زمینی همینجور اینجا نیست. این ماهی بچه ماهی سلام خانم خوبی؟ نه اول شما بیاسم میونیم که دوستان نگاه میکنه ویدیوامو قد علاقه داره مثلا میبینم بس دوشم این ایده من قد به این ویدیو سر هست
اینم تنبوی حسن او جوجو سلام این مای بودی مای شور هاي تو عالم وخبيز حتى عنها مای کولیه انا مجاوب ولا اونم اشبه 400 تومن نه آجی مایی داره عافیت باشه این مای سفیده یا نه؟ مای سفید بچه چند کیلویی؟ کیلویی 400 کیلوی 400 دست شما دارم اینم فیتو پاک اوچین یعنی جمع پشتیه غذاوار اوچین خب یه ملاق آقا که باقله باقله چه؟ آقا لغای تو هم ده از اون سال اولین سال بارکم آمده یا خب اون سال اصلا آمد جان؟ رشت اینم حاجی غار شده ماشاءالله حسن هست کیلوی چند باش؟ قابل نداره مرسی 130 تومن 130 تومن باش درجه یک و زیبا مال کجاست؟ مال همینجا همینجا خودتون تولید می‌کنین؟ بله دستتون نرم یا علی به سلام باشتی سلام احسن خلی بیا آقا خلی بمی الان دارم چشم تا 11 میاد
بساط سبزی فروش ها خوش. نعنا و خالیبا. تکدانه مشهد. خدا شاهدن تو همسایگی دوست داری؟ اصلا خیلی دوست دارم. چرا؟ هم برکت جان حسن ها شاید با این سن نشد اوچی شاید خیلی کم نه. 50 تومن. روزه شب خوش کرد. آتشی حال خوبی ولی ناغن آقا چنده؟ 20 تومن 30 تومن بیا. فرنگی نشای گوجه بلال
تیره روشن من داریم میاد پلاستیک بدم تنهایی خدا دست همه شما ها رو بگیره. راست چپ 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 آفرین مست برو مستقیم خب نه باید قشنگ بشم آره پنج و 12 دنیای شکلات چش آدیداس رو دیدم اصلا نرشدی بچه بودیم از اینا میپوشید یا بچه بودیم از اینا میپوشیدیم الان چند دونه ای؟ اونا 80 قیمتشون بالا نداره یه عمرم کار میکنم خسته نباش خسته نباش این دمپایی هم بود مامانا داشتم پرتاب میکردم نه پلوای قدیمیه میزدن سلام علیکم سلام تشهر زنده شهر آجی گوزی بالا حتی برنج بود اینم قرص تشه کام دیگه داخلم کو برمایی رسوا بس حتی غذای بازاری هم این غذا درست برنج که اون وسط بیارم بعد خوب خراب ناجی شد بخونو قیمت چنده؟ برنج یکی سخت اگه نارو سخت خسته نباشه همین حاجی دنیای آبکش
خیلی باحال. یه دونه هم هست اینجا بود در خالی بود. حاجی اینجا بسته نمیشه، خیلی بستنش باشه. چای امساله یا نه مال پارساله؟ خانم نیست. مرسی. امسال از 300 و خورده شروع میشه تا چای بالا. پارسال 250. حاج بسن. نه 300 زنجبیل، دارچین، گل محمدی، سند گلدست. جلداز در گیلان میگم دره برنج و گندم میگم. پلموش زنگوله پلموش چی رو آدم خواهی میگه بوله فکر کنم. ما بهش بودیم کلم. اون کوچیکم واسه علف میبودیم. اولا برای من بلند بوسته جلال پارچه رو کشتی یه ذره سریعتر نه اونجا خراب گیر کرده این برا پشت اونجا نیست اینم سنگ دستی پشدن پشاش میزن داغم کنم.